تو این شب یک جای نجات پرست چی از هر طایفه اینجا داریم همه لوکو. آره دیگه نجات پرست چی از هر طایفه ما اینجا داریم. همه هستن دیگه آقا. سلام برعکس. سلام برعکس یوتیوب خوش اومدید. برعکس خوش اومدید. آقا بعد مدت ها ما نبودیم، ویدیویی که شما دیدید از قبل بود، اومدیم اینو با ترک اول از رپ داری که ما نبودیم این چند وقت اومد. آره خیلی پرکار شدم برعکس ما نیستیم نمیدونم چرا اینقدر ترک میدن. همینجوری بچا همه ریاکشن کارا موقع که نیستن یه تایمی ترک زیاد میاد. بریم که بچا آلبوم با حسین 2093. حالا آلبوم عجیب نیست، حسین 2093 عجیبه. حالا فیت هم یه طرف، این که حسین 2093 کجا بود تا الان؟ نه اینم منتظریم دیگه بچه، یکی دو تا ترک فکر کنم داره دیگه، میخواد پخش کنه. بیا پیش درسته؟ بیا پیش آره بیا پیش همون شیخ همونه یه استوری که خیلی وقت پیش گذاشته بود. بریم بچه‌ها با هم یه بشنوید، لایک سابسکرایب بکوبید، زنگوله اینستاگرام بزنید. دمتون گرم. بریم سراغ این ترک. Let's go. یا خدا پیران خودشم آبون. اصلا فکرشو نمی‌کنم یه روز فیت آلبوم حسین 2093. بعد این دوتا خدایی خیلی پرکارم هستن. آلبوم خیلی پرکار بود. آلبوم خیلی پرکار. حسین 2093 خیلی وقت یه سالی یه ویدیو الان دارن درست میکنن دیگه. بیا پیش بیا پیشم دیگه. آره پیش بیا پیش شق بیا پیش نکو شق چی؟ بیا پیش نکو شق منظورش چیه؟ نمیدونم بچه بگین شق عاشقی رو میگه، نکن عاشقی. شق جانش آفریقایی چهرش آسیایی. اوی دوپو میگه نه؟ آره دیگه میگه آقا جانش آفریقایی واسه شق جانش آفریقایی چهرش آسیایی. بالای همین چیه؟ جانش آفریقایی پایینش و آسیاییه. ای بابا کنیم به این پایین بوله ایست ما تو این شب یک جای نجات پرست چی از هر طایفه اینجا داریم همه لوکو. آره دیگه نجات پرست چی از هر طایفه ما اینجا داریم. همه هستن دیگه آقا. همه یکی همه هست. من اگه بخوام اندازه افغانستانی آقا هزاره هست، نمیدونم ولایت‌های دیگه، قومیت‌های دیگه هست، ازبک هست، اصلا هیچ مهم نیست. یعنی یک نکته مثبت همه یکی باشیم. دقیقاً. دست در دست هم. بریم ادامه بچه‌ها. بیگار پرکو دیوانه دید و کسخل شد پرکو کله پرکو کله خالی فایده نداره کنکو مقبولی ولی مال هم نمیشیم چه ما سرم شلوغه تو هم که زن نمیشی خودت هم دیگه مقبولی ولی بالا هم نمیشیم. میگه من سرم شلوغه. آره تو هم که زنم نمیشی، تو هم زن نمیشی دیگه. دنبال چه کارهایی هستی که زن نمیشی؟ خیلی مهمه. بگو آی ابو میفهم خیساتو متره جان مینا کار الکل کار منیه. دختر وطنی بیا پیش خوش داری بریم پاریس یا که مراکش یا که میبرومید وطن خیلی شیخ نکن بیا خطقنی شوربت فکر نکن. او شیخ نگفت شیخ نکن. شیخ چی میشه؟ اینگاه ناز نکن همچی حالتی. میگه دختر وطنی بیا اینجا ببرمت یا اروپا یا نکن. شیخ نکن. ناز نکن. اینگاه مثلا ناز نکن مثلا. آره همچی مدلی چون مثلا بهت میگم بیا بریم یه جا چوسی میای نمیام. آره اون حالتی بریم. حسین 2093 با اون صدای کت کلوب چی میخواد بگه؟ بریم این مری یه ذره کافل بازی هم کردن دیگه. دقیقا از این ترک هاست که یک لوکیشن بوده. آره دیگه همه جمع شدن. من اینو نیاز به دوربین حرفه‌ای هم نداره. آره دیگه یه آیفون 13 هم باشه بس. یه آیفون هم داشته باشه قشنگ میتونی این فیلم‌ها رو ضبط بکنی. خوبه. همین که تصویریه به نظرم خیلی قابل قبوله. حالا مهم کیفیتش و برای احترام بیننده است. لوکیشناش اینا مهم نیست. آلبومم میون حرفتم آلبومم همه موزیکاش موزیک ویدیو سعی میکنه بده. آره. او اون ته ما حس افغانستان بهمون میده. ایول. حالا میگه بیا پیش من فکرم یه لازم مثلا ترکی میگه بیا بش میشه 5 درسته؟ آره بیا پیش هم دیگه. بش نکو شق تو میایم تو پارتی 4 تا بابی فرصت نمیدن که زرتی. میگه آقا تا خودشو دقیقاً آره میگه آقا تا میایم پارتی 4 تا بیبی به ما فرصت نمیدن که.
ماش بیا قربونت برم. سری میریزن سر کله. آره نگاه. تا میایم تو پارتی 4 تا بار بی فرصت نمیدن که زرتی میچسبن چشمک میزنن نخورده نکشیده میخوام برقصم منم از دیگه مایکو میگیرم میچپونم خیلیا نخورده و نکشیده دارن میرقصن. آره دیگه میگن یارو نخورده مسته. نه اصلا خیلی فاز بعد شما میخوری اونو میخوری باز میری اون ورا دیگه اصلا توی فاز دیگه شاید یه کار دیگه هم بکنی. میبینی آب شنگولیو میزنه بعد میاد یه دونه چرس هم روش میزنه بعد تازه میگیرته. آره تازه میگیره احساس میکنه رفته آقا اون دنیا. این خیلی بده که هنوز نخورده نکشیده اینجوریه. این دیگه این بده. آره کلمات تو مایک مثل مسلسل مرتب سکسی با منظور روشن‌تر پیش میاد بعضی از دافیا مغرورن یا که بی جنبن وسطای باردی میفهمن کیا خوش تیپن کیا خوش شکل کیا خایه دارن کیا مایه کیا تیله. اوه ولی خیلی داره فارسی تر میخونه. آره. شبیه ایران داره میخونه فارسی میگه شو. آقا کیا گلابی دارن کیا مایه دارن کیا تیله. اون تیله ها رو یا تیله الانایی که میزنن یا تیل دیگه نمیدونم کیا خوش تیپن کیا خوش شکل کیا خایه دارن کیا مایه کیا تیله کیا دوست دارن. آخه اگه اون منظور شد پس چرا گفت آیه اونو نباید میگفت. اگه اون تیله ها رو میگفت این آیه رو نباید میگفت. تیله دیگه نمیدونم برای بچا بگید اینا یا اونا بی خیالش شاید نساخته بهش اصلا کس خارش مهمینه میشه خوش میگذره بیا پش آهنگ پارتیه بچه‌ها. ول کن دیگه. این آهنگو برای شما دادن که فقط تو پارتی گوش بدید. یعنی قطعا نیت بچه‌ها این بوده. قبول داری؟ نیتش بوده که فقط آهنگو بدن بچه‌ها افغانستان بچه‌های ایران فرقی نمیکنه. آره خیلی برن بزنن کجا پارتی بش اینجا بزنم بالا پیج بره بالا رقص نور بره بیاد اینجوری دقیقاً. آره گرم بچه‌ها الان ما داریم رقص نور هستیم. بش بریم وسطای باردی میفهمن کیا خوش تیپن کیا خوش شکل کیا خایه دارن کیا مایه کیا تیله کیا دوست دارن رو دوم و پا بذارن اینا یا اونا دیگه. اینجا تیکاش هم انده. آره دیگه دوست دارن رو دوم و پا. این ببین در حین این که برای پارتیه یه دیس هم آره یه دیس هم انداخت. حسین 293 نمیتونه دیس نده اون لاولا. یه تیکه انگولکی بعد آره دیگه نباشه دیگه اون اباحتش. تو خودش هم انگولک زیاد میکنن بچه‌ها. آره خداییش من دیدم یارو میاد یه ترک میخونه شده یه بیتی و تیکه بندازه به حسین میندازه. دیسای حسین که خفن هست خودش آره خوبه. خیالش شاید نساخته بهش اصلا کس خارش مهمینه میشه خوش میگذره به ما. پش نکو شق بیا پش چه ملایم آهنگه. ولی من گفتم یه بارم در مورد آلبوم صحبت کرده بودم. خیلی چهره آرتیستیک داره. این زمانی هم بود که بچه‌ها اینجا موش بلند بوده الان کچل کرده. یه دو تا ترک آره دیگه کچل کرده. یادم نیست ترک آخرش کچل بود. نه دیگه اونم باز موداش الان موشو کوتاه کرده. نیدم. فکر کنم پیسه رو با اون بده. یه موزیک هم در حال آماده کردن که پیسه. مانی پش خیلی با ببین قبلا گفته بودم این مدل نوشتار کورسا پش این مدل نوشتارا کچی میشه و هیت میشه تو ذهن میمونه. آره این خیلی نکته. استاد این مدل نوشتن ها تو رپ فارسی به نظر من کچی بیتسه واقعا خیلی مثل الان آلبومم رنج الان هر کی میبینی میگه آقا میکشم بیرون رنج دقیقاً واقعا هم هیته. من استوریای آلبوم اون موقع میدیدم هنوز این ترک نیومده. یادت ما با هم تو خونه رد میشدیم بابا دخملا بود ولی خب تموم شد. حسین 293 نبود بینشون. دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید. من که خیلی ترک رو دوست داشتم. واقعا ترکیه که لیاقت هیت شدن رو داره. آره دیگه ولی دمشون گرم باز خوب اومده بالا. آره خودش یه حمایت خوبی کردن بچه‌ها. من 14000 15000 تا بود. بریم که داشته باشیم که خدافظی کنیم. دمتون گرم بچه‌ها. حتما لایک و سابسکرایب بدید. زنگ روی اینستاگرام بکوبید حتما حمایت کنید. حتما کانال دوم ما رو هم دنبال بکنید و تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.